امروز میخوایم یکی از افسانه‌های دنیای ویکتورینوکس رو خدمتتون معرفی کنیم. چاقویی که اسمش به تنهایی کلی حرف برای گفتن داره. هانتر پرو. یک کاور سبز رنگ خیلی جذاب داره که از این قسمت میتونیم روی کربن فیکسش کنیم. تیغه اصلی وان هنده و با یک دست باز میشه، همونطور که دیدید قفل شد. برای بستنش حتما باید این ضامن رو فشار بدیم. تیغه فولادی مرغوب این چاقو تعادل خاصی بین سختی و مقاومت در برابر زنگ زدگی ایجاد کرده. نماد فیکس بلید یعنی تیغه برای کارهای سنگین کاملا مناسبه و دیگه نباید نگران شل شدن لولا یا ضعف در تیغه باشیم. طراحی ارگونومیک دسته اطمینان خاصی در زمان استفاده به کاربر میده. از پلاستیک X90 ساخته شده که بسیار محکمه و چسبندگی خوبی با دست ایجاد میکنه.